ساخت خانه تاریخی زینت‌الملک با سبک معماری خانه‌های قاجاریه در سال 1290 هجری قمری در شیراز توسط محمد خان قوام‌الملک دوم آغاز شد و پس از 12 سال در سال 1302 هجری قمری توسط محمد رضا خان قوام‌الملک سوم به اتمام رسید. خانه زینت‌الملک در تاریخ 10 آذر 1354 شمسی با شماره ثبت 938 به عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسید. خانه زینت‌الملک شیراز در سال 1373 در اختیار بنیاد فارس‌شناسی قرار گرفت و پروژه مرمت آن با کمک میراث فرهنگی آغاز شد. زیرزمینی عمارت زینت‌الملک در سال 1374 با عنوان نگارخانه فارس آغاز به کار کرد. این بنای تاریخی با وسعت 2700 متر مربع در زمینی به مساحت 3290 متر مربع به فاصله یک کوچه از خانه قوام قرار دارد. خانه قوام و خانه زینت‌الملک مجموعه قوام را تشکیل می‌دهند و تونلی زیرزمینی آنها را به هم متصل می‌کند. تونلی که در گذشته برای عبور امن ساکنان خانه مورد استفاده قرار می‌گرفت. اندرونی و بیرونی، هشتی، حوض و غیره از جمله مشخصه‌های معماری ایرانی هستند که در خانه زینت‌الملک به چشم می‌خورند. ورودی این بنا مزین به هنر معرق کاری است و در کنار آن دو سکوی نشیمن به ارتفاع 70 سانتی متر وجود دارد. پس از گذر از هشتی خانه زینت‌الملک درگاه ورودی حیاط در پیش چشم قرار می‌گیرد. عذارهای سنگی، حجاری و مشبک‌کاری شده، باغچه‌های زیبا و حوض سنگی در حیاط خانه و همچنین کاشی‌کاری‌های 7 رنگ، تصویر 2 فرشته، خورشید، 2 شیر شمشیر به دست و آیات قرآنی بر پیشانی بنای عمارت اصلی از مشخصه‌های بارز این خانه به شمار می‌روند. عمارت اصلی خانه زینت‌الملک 2 طبقه و دارای بیش از 20 اتاق مزین به نقاشی‌های گل و بوته، حیوانات و پرندگان و هنر گچبری، آینه‌کاری، منبت‌کاری، حجاری سنگ و دیگر تزیینات است که سقف بیشتر آنها چوبی است. تمام اتاق‌ها غیر از قسمت شرقی به هم راه دارند و به آخرین اتاق قسمت غربی می‌رسند.